وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. البته مثل همیشه باز هم استاد سلیمانی عزیز را در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های گرم و داغ خود و شما بینندگان عزیز را خدمت استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت هم بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که در این برنامه هم آنچه که مرجع به رضای الله متعال است بر زبان بنده و شما جاری بگردد. آمین. آمین یا رب العالمین. بیننده های عزیز، البته از چندین هفته ما در برنامه زلال ایمان به سومین رکن از ارکان ایمان که ایمان به کتاب‌های آسمانی هست میپردازیم. البته نوبت قرآن کریم رسید، ما خواستیم کمی مفصلتر روی بعض موضوعات مرتبط با این کتاب عظیم آسمانی صحبتی داشته باشیم. نوبت رسید به اعجاز قرآن کریم یا اعجاز در قرآن کریم. البته استاد سلیمانی عزیز در برنامه‌های گذشته روی انواع اعجاز در قرآن کریم به طور مختصر و فشرده صحبت‌های کرده بودند. از جمله انواع و اقسام اعجاز قرآن کریم که در موردش صحبت را آغاز کرده بودیم، اعجاز عددی قرآن کریم بود که البته به پایان نرسید و نامکمل ماند. میخوایم روی اعجاز عددی قرآن کریم در این قسمت از برنامه زلال ایمان صحبتی داشته باشیم. استاد سلیمانی عزیز، بریم روی اصل مطلب که اعجاز عددی قرآن کریم. عدد اگر به معنای شماره است یعنی اعجاز در شماره های قرآن کریم. چی میخواهید از این اعجاز که در کجای شماره های قرآن کریم اعجاز دیده می شود؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. درباره اعجاز عددی قرآن کریم وقتی که ما صحبت میکنیم و سخن میگیم، خب ما دو کلمه اعجاز، یک کلمه اعجاز رو داریم و یک کلمه عدد رو داریم. ما درباره اعجاز صحبت کردیم، گفتیم که از عجز گرفته میشه و عجز آنچه که به هر حال اعجاز یعنی چیزی که دیگران رو عاجز میکنه از اینکه به مثل او بیاورن. و خود قرآن کریم معجزه است و تمام آنچه که در قرآن کریم هست دارای اعجاز هست، چون دیگران توانایی این رو ندارن و قادر نیستن که به مانند او بیارن. درست. اما در تقسیم بندی انواع این اعجاز، یکی از اعجاز عددی است. وقتی صحبت از عدد میاد، همونجوری که شما اشاره فرمودید، ما ذهن ما میره سراغ اعداد. درست. 1 2 3 4 5 6 7 آخرش. ما در قرآن کریم وقتی که در این باب صحبت میکنیم اعجاز عددی قرآن کریم، هم روی خود بعضی از اعداد صحبت میکنیم و اعدادی که در قرآن کریم به کار رفته و حکمت هایی که در این اعداد هست. درست. و نمونه های رو ذکر خواهیم کرد. درست. و همچنین درباره تعداد کلمات، یعنی عدد کلماتی که به کار رفته. این دو بعد مختلف، خود اعداد، عددی که به کار رفته و یا کلماتی که در موضوعهای مختلف هستن و تعداد مراتب این که این کلمات به کار رفته، که این دو بعد صحبت ما و سخن ما خواهد بود. و باز هم جا داره که ما تاکید بکنیم آنچه که ما مطرح میکنیم، قرآن کریم نه کتاب ریاضیات هست و نه کتاب فیزیک و شیمی و نجوم هست و نه کتاب علوم امروزی که به هر حال در دانشگاه متداول هست. و قرآن کریم کتاب هدایت بشر است، کتاب زندگی انسان هست، دستورالعمل زندگی انسان است برای کسب موفقیت در دنیا
قبل از آخرت و همچنین در آخرت. و آنچه که ما در این برنامه ها مطرح میکنیم هدف این هست که ما میخوایم مطرح بکنیم که درسته که قرآن کریم کتاب این علوم نیست، اما این به این معنا نیست که کسانی که در این علوم تخصص پیدا میکنن بیان و فکر بکنن که خب این کتاب دیگه حالا چون تاریخ مصرفش تمام شده، علوم جدید باید ما ریاضیات داریم، نجوم داریم، فیزیک و شیمی هست و پس ما باید به این علوم بپردازیم و ما نیازی مستغنی هستیم از این کتابی که 1400 سال پیش نازل شده. و برخی از مواردی که ما مطرح میکنیم در این برنامه ها درباره اعجاز قرآن کریم برای اهل خرد میتونه راهگشا باشه، برای کسانی که واقعا با انصاف مینگرن. کسی که به قرآن کریم ایمان داره خب شاید اصلا هیچ نیازی به این چیزا نداشته باشه و بلکه فقط ایمانش بیشتر میشه، تقویت میشه. و لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، و اون ایمانی که داشتن خب محکمتر میشه، مستدلتر میشه. اما کسانی که شاید هنوز هم در دلشون نسبت به حقانیت قرآن کریم شبهه‌ای وجود داشته باشه و فکر بکنن که خب این کتاب الان 1400 سال پیش شخصی در جزیره العرب کتابی آورده و چرا باید انسان الان ملزم باشه به اتباع این کتاب، این اگر بشینه و فکر بکنه و مقداری تدبر بکنه در مواردی که ذکر میشه بهتر درک خواهد کرد که این کتاب تنها یک کتاب ساده‌ای نیست که یک انسانی نوشته باشه، بلکه این کتاب الله متعال است، کلام الله متعال است و فراتر از همه کتاب‌ها و کلام‌هاست و واقعاً ارزش داره که انسان از او پیروی بکنه، چون هیچ اختلافی در اون نیست، هیچ باطلی در اون نیست، هیچ نقصی در اون نیست. ما هدفمون بیشتر در بحث اعجاز قرآن کریم اشاره به برخی است، مثال‌هایی است که دلیل بر حقانیت قرآن کریم داره. با وجود گذر علم و با وجود گذر پیشرفت بشر در طول قرون باز هم می‌بینیم که این کتاب هیچ نقطه ضعفی درش وجود نداره، در حالی که در تمامی جوانب هم صحبت کرده و اشاره‌هایی داشته. درست. اینجا اجازه به معنای این بگیریم که شگفتی‌های قرآن کریم یا چیزی وسیع‌تر و فراتر از این است؟ ما وقتی که صحبت از اعجاز میشه، شگفتی معنای اعجاز رو شاید نتونه برسونه. شگفتی هست، شکی در این نیست. درست. ما انسان هم بعضی وقتا یک کاری انجام میده، کار شگفت انگیزی است، اما این به این معنی نیست که کسی دیگری نمیتونه مثل اون انجام بده. درست. اما در قرآن کریم وقتی ما صحبت میکنیم دیگه اصلا کسی نمیتونه که مثل اون بیاره. درست. در قرآن کریم خود قرآن کریم میفرماید که اگر شما در این کتاب شک دارید فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مثل این بیارید. فإن لم تفعلوا، اگر نتوانستید ولن تفعلوا، و هرگز هم نمیتوانید. خود این که هرگز هم نمیتوانید یعنی دیگه به هر حال فراتر از اینه که بتونه کسی به مانند این بیاره. ما میشه در مثلا حالا اصطلاح ساده تر ما به تعبیر شگفتی های قرآن استفاده بکنیم، اما این شگفتی ها معنای اعجاز رو نمیرسونه، معناش خیلی پایین تره. درسته که همه آنچه که در قرآن کریم شگفتی است، شگفت است، عجیب است، جالب است، چیزهای عظیمی است، اما معنای اعجاز معنای دقیق تری است، یعنی عاجزه کسی به مانند این کتاب بیاره با حجمی که داره و با به هر حال وسعت و شمولیتی که در ناحیه‌های مختلف داره و صحبتی که در جوانب مختلف داره. و دلایل فراوانی ما برای این داریم که برخی از اون اشاره میکنه ان شاء الله. خب شما گفتین که در باب اعجاز عددی قرآن کریم دو موارد را ما زیر بحث قرار میدیم. یک اعداد و یا شماره هایی که در خلال سوره های متعدد قرآن کریم ذکر میشه و نمونه های از این ذکر میکنیم، و بعد دیگری اعجاز عددی قرآن کریم در تعداد کلمات، یک موضوعی که ذکر میشه و تعداد کلمات داخلی از او هم البته اعجاز از خود برملا میکنه و اعجاز از خود نشان میده. خب میشه نمونه های از اعجاز عددی قرآن کریم در بعد اول که شما گفتین شماره هایی که در قرآن ذکر میشه؟ درباره شماره هایی که در قرآن کریم ذکر شده من چند نمونه فقط ذکر میکنم. به هر حال خیلی زیاد شماره هایی که مثالی در که قرآن ذکر میشه. یک مثل ما در فارسی داریم میگن آب دریا گر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. الان چون به هر حال اگر بخوایم به همه تک تک آنچه که اشاره شده بپردازیم در قرآن کریم شاید چندین برنامه وقت نیاز هست و ما چون مباحث مهمتری پیش رو داریم ما فقط به بخشش اشاره میکنیم و بعد تفاصیل رو برای عزیزانی میگذاریم که به این موضوع علاقه‌مندن تا مطالعات بیشتری خودشون داشته باشن. درباره آنچه که در قرآن کریم از اعداد ذکر شده من چند نمونه ذکر میکنم. درست. مثلا در سوره مبارکه کهف ما
سوره کهف برای همه عزیزان مشخصه و معروفه و حکایت اصحاب کهف و اینکه شأن نزول این سوره که مشرکین مکه وقتی در برابر رسول صلی الله علیه و سلم عاجز ماندن، رفتن پیش اهل مدینه که به هر حال اهل کتاب بودن و یهودیانی بودن که اهل علم بودن و از اونها کمک خواستن تا به ما یه چیزی یاد بدید که ما در برابر محمد علیه السلام بتونیم او رو عاجز بکنیم. درست. و یک کاری ما دستورمون بند الان نمیتونیم حریف اون بشین در میدان بحث و مجادله و مباحثه. و اونها گفتن برید ازش بپرسید، 3 سوال بپرسید و یکی گفتن ببینید روح چی هست و اون پادشاهی که شرق و غرب زمین رو در تاریخ گرفته بود کی بود و جوانانی که رفتن و باز نگشتن مگر بعد از مدت‌ها درباره اونها سوال بکنید. این 3 سوال رو پرسیدن و الله متعال در سوره اسراء درباره روح پاسخ فرمود و در سوره کهف درباره اصحاب کهف که جوانانی که رفتن و ذوالقرنین در پایان سوره کهف. در سوره کهف ما داستان اصحاب کهف رو داریم که الله متعال درباره اصحاب کهف صحبت می‌فرماید. آنچه که نه تفصیل کل داستان که حتی جاش مشخص نشده و درباره اینکه کجا بودن، چه دوره‌ای بودن، پادشاهشون کی بود و اسمشون، اینا هیچ کدوم در قرآن کریم ذکر نشده. اون چیزی که ذکر شده مهم اینه آنچه که ذکر شده مختصری از این قصه است و آنچه که مهمه برای ما دانستنش. و آنچه که مختصری که است انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدی. شما وقتی که میگن اصحاب کهف و داستان، شاید تعداد زیادی از بیننده ها مثل من شاقه بشن که بشنون چی است این داستان، چی است، چی میگه. این داستان حکایت جوانانی است. انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدی. الله متعال در خود سوره مبارکه کهف وقتی که شروع میکنه حکایت اینها رو برای ما خلاصه میکنه در دعای بعد شرح میده. خلاصه صحبت اینه که جوانانی بودن ایمان می آورند به الله متعال که قبل از اسلام این قبل از اسلام بوده. در قبل از اسلام پیش بینی میشه که مثلا طبق عمری که اینها داشتن و محلی که زندگی میکردن که اینا از اتباع عیسی علیه السلام بودن، یعنی شاید از قرن دوم میلادی و 300 سالی هم ماندن، یعنی شاید یک قرن قبل از رسول صلی الله علیه و سلم اینها دوباره بازگشتن و از دنیا رفتن. اینها ایمان آورده بودن به عیسی علیه السلام و بعد از تحریف مسیحیت اینها شرکیات و کفریاتی داخل شده بود در مسیحیت که اینها نمیخواستن. از آیات قرآن کریم مشخصه که اینها از شرک بیزار بودن و ما یعبدون، گفتن و اذا اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، و اینها خارج شدن از اون کاخی که داشتن. بعضیشون در کاخ زندگی میکردن، یکی از اونها گفته میشه که چوپانی بوده، جوانانی بودن با هم. اینها موحد بودن و پادشاه وقت اینها رو مجبور میکرد به اینکه در اون شرک و خرافات و کفریاتی که دارن شرکت بکنه و نمیخواستن. این گونه بود که نمیخواستن. در دینشون دچار یک آزمایش و ابتلایی شدن که اینها ترجیح دادن تا در غاری پناه برن اونجا و ترک بکنن قصر رو و کاخ رو و ناز و نعمت رو به خاطر الله متعال و اینها از شهر خارج شدن، از منطقه سکونتشون غاری در نزدیکی داود پناه بردن. بعد از این که گفته میشه که به اونها قصد داشتن که حمله بکنن، با اونها رو بگیرن و زندانی بکنن، اینها فرار کردن. اینها فرار کردن و رفتن در دل کوهی و اونجا سر گذاشتن و استراحت کردن تا نقشه بکشن که چیکار بکنیم. حالا وقتی که بیدار شدن بعد تعجب کردن و پرسیدن که چقدر گذشته، یکی گفت یک روزی، یکی گفت نصف روزی. خلاصه گفتن آقا گرسنه‌ایم، یک کسی بره غذا بگیره. اون شخص مقداری نقره بهش دادن، رفت، خارج شد، آمد و در حیرت و شگفتی باقی ماند که اینجا کجاست و این وضعیت کجاست، مردم که اینو میبینن، این کجاست با این لباس، با این تیپ و قیافه که مال 3 قرن گذشته است و این شهر جدید رو میبینه و در شگفتی ماند که این کجاست. الان خواب میبینه و سرانجام قصه این شد حکایت که این وقتی که نقره ها رو نشون داد، سکه‌های 300 سال پیش، و اون فکر می‌کرد همین امروز دیروز بوده که خوابیده و آمده، فکر نمی‌کرد که این همه 300 سال خوابیده باشه، هرگز گمان نمی‌کرد. سرانجام فهمیدن بعد از بحث و مباحثه و وقتی گرفتنش بردنش، مردم فکر کردن گنجی پیدا کرده یا گنجی داره با این لباسا و این سکه‌ها، بردنش پیش امیر منطقه‌شون یا پادشاهشون و بالاخره این حکایت رو ذکر کردن. حکایتی که گفت که من فلانی هستم، چند نفریم غار رفته بودیم. این حکایت اینا که رفته بودن گم شدن، دیگه برنگشتن. 300 سال گذشت تا اینها بازگشتن، بیدار شدن از خواب. 300 سال خوابیده بودن در غار و در این 300 سال خب خانواده‌های اینها، دوستان اینها، همسایه‌ها گشتن، خیلی گشتن، برد زبان شدن اینها. نسل به نسل منتقل شد داستان عجیب اینها که رفتن و گم شدن. چند جوانی رفتن غایب شدن، برنگشتن و همه میدانستن که یک همچین حکایتی 3 قرن پیش اتفاق افتاده و اینها وقتی آمدن همه در حیرت ماندن که اینها همونها هستن. و یکی از معجزات الله متعال بود که حکمت‌ها و دروسی در بود که الله متعال برای ما فهماند اگر با الله باشیم، حتی الله متعال به خاطر
حمایت از یکی از بندگان مؤمن خودش تمام قوانین خود رو در زمان و مکان تغییر خواهد داد و اینها رو حفظ میکنه. زمین رو تغییر داد، زمان رو تغییر داد، اما اینها که عقیده خودشون رو تغییر نداده بودن رو حفظ کرد و همه رو برد. نسل ها رفتن، بعد تو گفته میشه پادشاه بعدی ایمان موحد شده بود و بعد بازگشته بود به عقیده اینها و این حکایت رو الله متعال در سوره کهف برای ما ذکر میکنه. درست. اما چیزی که حالا مرتبط به موضوع ماست، یک بحث اعجاز تاریخیش هست که در موضوع بعدی بررسی خواهد شد ان شاء الله در بعد اعجاز تاریخی قرآن کریم. خب اینها که چی شد داخل داستان کجا رسید؟ اینها داستانشون این شد که اینا بازگشتن و مردم اینا رو شناختن و به اینا مراجعه کردن، گفتن اولیای الله تعالی هستن و اینها از این اهتمام ویژه و توجه خاص مردم به خودشون در اون سر زبان ها افتاده بودن. اولیایی بودن واقعا 300 سال خوابیدن و بازگشتن زنده موندن. 300 سال چطور نه ناخون اینها رشد کرده، نه موی اینها بزرگ شده، نه لباس اینها از بین رفته، حتی سگی که دم در همراه اینا بوده از بین نرفته. اینها اولیای خدا بودن، شکی در این نیست. و مردم به سراغ اینها آمدن و اینها از این توجه بیش از حد مردم خسته شدن و دوباره رفتن داخل غار. به بهانه‌ای گفتن ما میریم داخل غار که دوستان به هر حال از اونجا وسایلکایی داریم بیاریم. دیگه همونجا دعا کردن که خدایا ما دوست نداریم که زندگی بکنیم در این فضای جدید و الله متعال برای اونها مرگ فرستاد و بعد 300 سال چند روزی که دوباره از خواب بیدار شده بودن از دنیا رفتن. در غار مردم رفتن دیدن که فوت کردن این دفعه و بعضی گفتن همینجا رو مسجدی درست بکنیم، بعضی اونایی که زورشون بیشتر بود خلاص همونجا دفنشون کردن. درست. این حکایت در سوره مبارکه کهف از آیه ببخشید استاد سلیمانی عزیز، اینجا قبل از اینکه بریم به سراغ اعجاز عددی داستان را ذکر کردید، من میخوام یک موضوع به شکل جمله معترضه مطرح کنم، اگر اجازه بدین. خواهش می‌کنم. شاید پیروان امام زمان فکر بکنن، از این داستان برداشت بکنن یا استدلال بکنن خب اینها اولیاء الله بودن که 300 سال یا 3 قرن خوابیدن بعدش بیدار شدن. خب غیبت امام ما هم اگر چند قرن میشه این دلالت بر ولی بودنش میکنه، دلالت بر خیالی بودنش نیست. یک جمله تعبیری در علم میراث هست، ما در حوزه های علمی و به هر حال دانشکده الهیات و علوم شرعی بیشتر استفاده میشه. میگن اول شما قرابت خودت رو ثابت بکن بعد ادعای میراث کن. شما اصلا کسی که حرف میزنه اول وجود این شخص رو ثابت بکنه که اصلا بوده و به دنیا آمده، اول وجودش رو ثابت بکنه. درست. بعد ثابت بکنه که هنوز زنده هست. ما درباره اصحاب کهف سوره‌ای داریم به نام اینها. اگر این سوره در قرآن کریم نمی بود و این حکایت در قرآن کریم یا روایت‌های صحیح رسول صلی الله علیه و سلم ذکر نمی‌شد، نه من قبول می‌کنم نه شما. هیچ کدوم ما قبول نمی‌کنیم. کی قبول می‌کنه که یک انسانی بره داخل غار 300 سال بخوابه و بعد از 300 سال بیدار بشه؟ ما حتی یک ماه خوابیدنش برای ما تحمل سخته و 300 سال بیدار بشه و طرف متوجه نشده باشه که 300 سال خوابه. علاوه بر این که حکایتی مثل این، حکایتی مثل عیسی علیه السلام مثلا که الان در بهشت است به نص آیات قرآن ثابت است، بر رفعه الله الیه درباره عیسی علیه السلام الله متعال میفرماید. و اگر چون این مواردی ما نبود، اصل این است که انک میتون و انهم میتون و بعض پوزش و آنچه که برخلاف قاعده هست دلیل نیاز به دلیل و اثبات داره، دلیل قطعی محکم، دلیلی که به هر حال هم صحیح باشه و هم صریح باشه، قابل پذیرش برای دیگران باشه دیگه. دلیلی که بالاخره وزن علمی داشته باشه و دلیلی که حتی قرآن کریم میفرماید درباره مشرکین، کسانی که شرک میکنن، اگر شما دلیلی دارین یک دلیلی از کتاب‌های گذشته بیارین او اثارت من علم، یا یک حداقل وزنه علمی داشته باشه، هر چیزی که بشه حسابش کن. اون بحثی است که حالا به تفصیل درباره اون صحبت شده در کانال و برنامه‌های دیگه ان شاء الله که در بحث اعجاز تاریخی باز گذری بان خواهیم زد. اما حکایت اصحاب کهف در سوره کهف از آیه 12 الله متعال، من صحبت من روی 300 سال این هاست درست که در قرآن کریم ذکر شده. الله متعال در آیه 12 هم الله متعال میفرماید که ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا. بعد پوزش خواهش میکنم. در آیه 12 الله متعال میفرماید من بعد از این که رفتن در غار چند سالی خوابیدن، ذکر نمیکنه که چند سال، اول داستان ذکر نمیکنه. درست. و میفرماید که فلبسوا فضربنا على اذانهم فی الکهف سنین عددا، من بر گوشهای اونها سنگینی انداختم در غار سالهای. بله. چشما بر گوشهاشون به هر حال هیچ فعالیتی نداشت، اینها ماندن و ثم بعثناهم، دوباره اینا برانگیختم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، تا بدونن که اینها دو گروهی که اختلاف داشتن که چند روز ماندن و چقدر ماندن
بدونن که اینها چقدر ماندن. لبثوا امدا، چقدر ماندن. از کلمه لبثوا اینجا در آیه 12 الله تعالی کلمه لبثوا یعنی مقدار ماندنشون، ماندگاری اونها. از اینجا صحبت از لبثوا میشه، درست، ماندن. میره حکایت تا میرسه در آیه 25 که آخرین آیه حکایت اصحاب کهف، درست. و اینجا داستان تمام میشه. اول الله متعال فرمود ولبثوا، نگفت چقدر. اینجا بعد از گذر آیات در آیه 25 دوباره میفهمد ولبثوا، دوباره تاکید میکنه بعد ماندن. اینجا عدد ذکر میکنه الله متعال ولبثوا فی الکهف 300 سنین، ماندن در غار. کهف یعنی غار. 300 سنین، 300 سال. و ازدادوا 9، 9 تا اضافه کردنش. درست. اینجا الان عدد صحبت میشه، صحبت از عدد است. این یک نمونه‌ای که گفتیم عدد در قرآن ذکر شده، عدد 300 سال و 9 تا اضافه کردن. 300 هم عدد است، 9 هم عدد است. 9 هم عدد است. الان دو تا موضوع اینجا مهم است. الان تا درباره مقدار ماندن اصحاب کهف در غار صحبت می‌فرماید که در آیه 12 فرمود لبثوا، از لبثوا 12 اگر شروع بکنیم. درست. آنجایی که الله تعالی در آیه 12 فرمود لما لبثوا امدا، لبثوا اول در آیه 12 اگر اینجا که ماندن، ماندن در غار مدتی رو. از لبثوا اگر شروع بکنیم بشماریم کلمات رو. درست. کلمات این آیاتی که آمده بعدش، آیه 13 14 15 16 همینطوری بریم تا آیه 25 و لبثوا در آیه 25. از لبثوا اول تا لبثوا دوم در سوره کهف الان گفتیم لبثوا یعنی ماندن. از اون ذکر ماندن اونجا تا ذکر ماندن آخر، بعدش دقیقاً بیایم تا برسیم به 300 سنین. از لبثوا که بشماریم 1 2 3 4 5 6 میرسیم و لبثوا فی کهفهم 300 و ماندن در قبرشون 300 سال. اگر بشماریم دقیقاً کلمه 300 میشه 300مین کلمه‌ای که از لبثوا اول شروع شده. از لبثوا که الله تعالی فرمود 300 کلمه صحبت میکنه الله متعال، 300 کلمه دقیق، 300 کلمه درباره اصحاب کهف صحبت میکنه. بعد از 300 بعد از این 298 تا کلمه که میاد 299 و 100 میشه 300. دقیقاً 300 اینجا کامل میشه. وقتی 300 میشه خود 300 که میرسه الله تعالی میفهمد 300 سال. این خود 300 حالا آیا امکان داره که انسان کسی که نه درس خوانده و نه استادی داشته و نه خواندن و نوشتن بلد بوده و نه می نوشته، یعنی کتاب قرآن رو میگفته بقیه بر حسب اتفاقات و با این راحتی داستان رو با این اعجازی که در خود شکل داستان هست و شکل بیان داستان هست بیان بکنه و حواسش هم باشه که چند کلمه بشه. خب الان میخواد بگه که من میدونم اولا از کجا میدونست که 300 سال، این خودش یک بحث است. رسول از کجا میدونست اینا 300 سال در غار ماندن که این جزء اعجاز تاریخی است. دوم از اونجایی که لبثوا اول ذکر شد بگه خب من لبثوا الان بشماره در ذهنش 1 2 3 4 حواسم باشه که 300 رو بعد از 298 299 که شد 300 رو وقت 300 بیارم. این دوم. علاوه بر اون موضوع دیگری اینجا الله تعالی فرمود ولبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9، 300 سال ماندن و افزودن بر 300 9 تا 9 سال. اینجا فقط آمد 9 نفهمید 9 سال 9. خب میتونست الله متعال بفهمد که 309 سال 300 و 9 سنوات و اما اینجا فرمود 300 سال ماندن و افزودن بر اون 9 سال. خب اینجا الان اشاره به چیست؟ ما اگر ببینیم کسانی که سوال پرسیدن کیا بودن؟ اصلشون یهود بودن. درباره اصحاب کهف اصلشون یهودیا به مشرکین مکه گفتن برید از محمد علیه السلام بپرسید که اینا کیا بودن. یهودیان سالی که داشتن و هنوز هم دارن یهود، میزان سالی که یهود استفاده میکنه سال شمسی است. ما در حساب نجوم، در حساب کتاب سالها و روزهای سال ما دو تا حساب داریم معتبر، یا شمسی است یا قمری. سال شمسی به مقدار زمانی گفته میشه که کره زمین طول میکشه تا یک دور کامل بزنه دور خورشید. درست. به این خاطر چون خورشید شمس گفته میشه بهش میگن سال شمسی است. مال زمین است اما به خاطر اینکه مال خورشید بزرگتر هست و از ستاره است به سال شمسی معروف است. درست. سال قمری چون شمس و قمر میخواستن باشه دیگه نگفتن سال ارضی و سال قمری، گفتن سال شمسی و قمری چون شمس و قمر هر دو تاشون نور دارن به این خاطر گفتن شمسی. سال قمری، سال شمسی 365 روزه.
بله. 365 روز طول میکشه تا سال عوض بشه و چند ساعت. سال قمری مقدار زمانی که ماه طول میکشه تا دور خورشید یک دور کامل بزنه، یعنی جایی که الان هست در آسمان دقیقاً یک سال بعد قمری دوباره همینجاست. یک سال بعد قمری درست. یک دور کامل میزنه. سال قمری 10 روز کمتر است از سال شمسی، یعنی 355 روز است. خب الان حسابی که یهود داشت سال شمسی بود. هنوز هم یهودیان سالشون سال شمسی. سال شمسی همون سال میلادی هم همونه. بله. سال میلادی و سال شمسی هجری شمسی جفتش یک میزانه. به همین خاطر همیشه مثلا اول سال شمسی ثابته، اول سال میلادی هم ثابته، در حالی که اول سال قمری هی تغییر میکنه. رمضان یک وقتی در زمستان، یک وقتی در تابستان. الان اینجا یهود که اصل سوال پرسیدن سالشون شمسی است. به حساب یهودیان و سال شمسی 300 سال ماندن. ولبثوا فی کهفهم 300 سنین. 300 سال ماندن. اما قریش که در مکه از رسول الله پرسیدن، اونا که سال شمسی نداشتن، سال اونها قمری بود. بله. سال اونها 300 سال شمسی، به حساب اونها روزهاشو حساب بکنیم 300 سال نمیشه، بیشتر میشه. بله. چقدر بیشتر میشه؟ وازدادوا 9. خدا میفرماید که به حساب شمای قریش، به حساب یهودیان 300 سال ماندن سال شمسی، به حساب شما وازدادوا 9 9 تا اضافه کردن، یعنی 300 سال شمسی و 309 سال قمری. این از لطافت های این آیه است. ببینید چقدر تعبیر جالبه. ولبثوا فی کهفهم 300 سنین. 300 سال ماندن. اگه قریشا بگن خب این 300 سال نمیشه که، چطور 300 سال؟ این 300 سال به کدوم تقویم؟ تقویم یهود. تقویم قریش چی میشه؟ تقویم قمری چی میشه؟ وازدادوا 9. 9 تا هم اضافه کردن به حساب شما. الان این حساب کتاب، این حساب کتاب دقیق نجومی که سال شمسی چند روزه و سال قمری چند روزه و اختلاف سال شمسی و قمری چند روزه، و خود همین که ما حساب بکنیم 300 سال شمسی 300 تا 10 سال حساب بکنیم، 300 تا 10 روز میشه 3000 روز، تقسیم بکنیم بر سال قمری میشه 9 سال. اینها رو خب اینها رو کی حساب میکنه؟ کی حساب کرده؟ ما الان هنوز تا 200 سال پیش موضوع این که خورشید دور زمین میچرخید یا زمین دور خورشید میچرخید هنوز بحث بودنه و بشر تازه اول فکر میکرد که خورشید دور زمین میچرخه. الان تازه ما یک قرن دو قرنی است که ما تازه میفهمیم که نه، این زمینه که به دور خورشید میچرخه، در حالی که ما فکر میکردیم که اول بشر این گونه فکر میکرد که خورشید دور زمین میچرخه. اینها مواردی است که قرآن کریم وقتی که اشاره میکنه نمیشه انسان بپذیره که یک انسانی که نه خواندن بلد بوده و نه نوشتن بلد بوده و نه پیش کسی تعلیم کرده در جزیره العرب از یهود، اصلا یهود گفتن برین بپرسین، چون فکر میکردن که این جواب بلد نیست. یهودی‌ها کتاب داشتن، یهودی‌ها در تورات و انجیل، اونا که دستشون بود، در هم تورات پیششون بود هم انجیل پیششون بود، یهودیان زمان رسول صلی الله علیه و سلم. اینها میدانستن که اینها در غار که رفتن چطوری رفتن و گرچه تحریف شده بود برخی از اطلاعاتشون و قرآن آمد و تصحیحش کرد، اصلش رو گفت. اینها میدونستن که این چیز رو غیر پیامبر و غیر کسی که با وحی مرتبط است نمیدونن. رسول الله نمیدونست تورات چی است، نمیدونست انجیل چی است، نخونده بود، بلد نبود اصلا خواندن هیچ کدوم از اینها. آیا امکان دارد که رسول الله که اینها رو بلد نبود چنان جواب دندان شکنی به یهود بده که یهود بعد از این که این آیات نازل شد صم بکم عمی، هیچ نه اعتراضی کردن، نه گفتن نه خیر تو اینجا رو از پیش خودت گفتی، این اینطور نبودن، این حسابشون اینطور نبود، هیچ جوابی دیگه ندادن. چرا؟ الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. کسانی که الله تعالی میفهمه به اونها کتاب دادن، میدانستن که این پیغمبر همونجوری که میدانستن واقعا که پسر فلانی پسر من هست. این یکی از نمونه‌هایی است که اون موقعی که این آیات نازل شد. حالا یک نمونه ای از این اعجاز عددی. عدد وقتی که ذکر میشه در قرآن کریم، خود عدد و نحوه چینش عدد، گفتیم تعداد کلماتی که به کار رفته، آیا این تصادفی بوده است؟ نه خیر. اگر کسی میگه تصادفی بوده، تصادفی که امکان نداره باشه، چون بر مبنای یک نظم علمی است. یا باید بگه که این از نبوغ محمد علیه السلام بوده و اون وسعت علم او و آگاهی او و مطالعه او که خود این باز بر علیه اون حساب استفاده میشه. همین حرفم شما از یک طرف میگید که این انسان مال 1400 سال پیش بوده و کتابش مال 1400 سال پیش به درد ما نمیخوره،
و اگر اعتراف بکنید که همچین نابغه‌ای بوده، خب پس خلاص دیگه کسی در طول تاریخ باید قبول بکنید که قابل شایسته پیروی است. واقعا. یا باید اعتراف بکنید نه خیر، محمد علیه السلام که حقیقت هم این هست، این چیزا رو هیچ کدوم رو نمیدانسته، بلکه وحی الله متعال براست. تشکر. اینجا با وجود اعجاز عددی که شما ذکر کردین، با شکلی که 300 سال با نوح یک جای ذکر نکرده و از داد و تسع گفته، اما اوزان آخری آیات هم زیبا شده. اگر اونجا جمع میکرد بحث 300 سنین و 9 یا 300 اون موضوعی که ما گفتیم اعجاز بلاغی قرآن کریم رو ما چون گفتیم که بسیاری از بیننده‌های ما با ادبیات عرب آشنا نیستن، ما از اون گفتیم صرف نظر میکنیم، وگرنه خود موضوع الان ما در کلمات وقتی صحبت میکنیم در همین حکایت هم در اصحاب کهف هم اعجاز عددی هست، هم اعجاز تاریخی هست، هم اعجاز بلاغی هست، یعنی از لحاظ ادبی که داستان شکل اعجاز بیان داستان حتی که چه شکلی داستان شده، اعجاز علمی حتی. حالا من در بحث اعجاز علمی هم اینجا من صحبت دارم در خود همین اصحاب کهف و مجموعه ای از اعجاز و اعجاز معنوی به جای اون که مفاهیمش که به جای خودش محفوظ است. تشکر. سلام باشید. اجازه بدید بریم به سراغ میان برنامه کوتاه. بیننده‌های عزیز، میان برنامه کوتاهی را میگیریم و به ادامه موضوعمان برمیگردیم. با ما باشید. قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع اعجاز عددی قرآن کریم در برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. البته استاد سلیمانی عزیز قبل از میان برنامه به یک نمونه از اعجاز عددی قرآن کریم از سوره کهف اشاره کردن. استاد سلیمانی عزیز، میریم سراغ نمونه های دیگری از اعجاز عددی قرآن کریم. در قرآن کریم درباره تعداد آسمان ها که چند آسمان داریم ما، الله متعال اشاره میکنه که 7 تا هستن. 7 سماوات. 7 سماوات یعنی آسمان ها 7 تا هستن و آنچه که ما میبینیم، کل آنچه که ما میبینیم از کهکشان ها و ستارگان اطراف ما همه جز آسمان اول است. یعنی هر آنچه که ما با حتی تلسکوپ ها میبینیم اینا همه در مجموعه آسمان اول است. درست. و 7 آسمان است و این خودش یکی از غیبیات است که ما 6 تا دیگر رو به هر حال هم یکی هم هنوز درش موندیم چه برسه به 6 تا دیگر. و الله متعال ذکر میفرماید که 7 آسمان است و خود کلمه 7، ما خودمون روی کلمه 7 صحبت روی 7 است. درست. و این کلمه 7، حالا این که خود کلمه 7 چند در قرآن کریم چه توجه و اهمیت ویژه‌ای بهش داده میشه، مثلا سوره مالکه حمد 7 آیه است و به هر حال باز در جاهای دیگر ما 7 زیاد خیلی جاها کلمه 7 تکرار میشه. اون بحث من نیست. بحث من بیشتر رو خود کلمه 7 سماوات، 7 عدد 7. الله متعال میفرماید آسمان ها 7 هستن. خود همین حقیقت رو که آسمان ها 7 هستن در قرآن کریم چند بار تکرار شده؟ 7 بار. 7 یعنی آسمان. همین تعبیر 7 آسمان، 7 سماوات یا دو تا تعبیر استفاده شده، 7 سماوات یا السماوات السبع. تسبح له السماوات السبع. درست. یا 7 سماوات. درست. بعضی جا به جا شده تعبیر، اما هر دو تاش یک معنی میده. آسمان های 7 گانه، آسمان های 7 گانه یا 7 آسمان. 7 آسمان الله میفهمد 7 تا هستن. خود همین که 7 تا هستن رو قرآن کریم 7 بار تکرار میکنه. با اینکه اینطور نیست که همه یک بار اومده باشن، مثل سوره الرحمن مثلا فبأی آلاء ربکما تکذبان هی پشت سر هم یکی در میان مثلا تکرار بشه. نه، یکی در این سوره است، یکی در اون سوره است، یکی در این سوره است، یکی در مکه نازل شده، یکی در مدینه نازل شده، یکی چند سال قبل اومده، یکی چند سال بعد اومده. 7 بار در قرآن کریم الله متعال اشاره کرده که آسمان ها 7 تا هستن. 7 بار اشاره میکنه که آسمان ها 7 تا هستن. خب این مگه میشه این تصادفی باشه؟
یک حقیقتی که الان رسول حواسش بوده باشه که خب من 10 سال پیش 6 سال پیش 10 سال پیش در مکه 7 سال پیش در مکه مثلا یا 6 سال پیش در همین مکه مثلا 15 سال پیش من یک دفعه گفتم 7 تا آسمان، بعد دوباره الان 5 تا شده، فقط 2 تا دیگه جا داره، یکی دیگه بیشتر نگم. بعد خود صحبت هم حتی آیات هم میدونیم که همه یک جا نازل نمیشه، آیات بر حسب شأن ورود داره، بر حسب مقتضای زمانه نازل میشه و به راحتی صحبت میشه و خود اون اعجازی که در ربط آیات قبلی به آیات بعدی هست که این خودش در بحث تفسیر یک دنیایی است، یک عالمی است. ربط سوره به سوره، ربط آیات به آیات، هر آیه با آیه دیگه چه ربطی داره، داستان ها ربط داستان به داستان و این نظمی که عجیبی که در قرآن کریم هست. در کنار این نظم یعنی دریاهایی در دریاها، انسان در هر بحری که وارد میشه در اون بحر باز یک بحر دیگری است. 7 آسمان را الله متعال میفرماید در قرآن کریم 7 هستن. کلمه 7 یک جای دیگه استفاده شده، لها 7 ابواب. الله متعال میفرماید که جهنم 7 تا در داره. جهنم. خود کلمه جهنم چند بار در قرآن تکرار شده؟ 77 بار. کلمه جهنم 77 بار در قرآن تکرار شده با مشتقاتش. درست. یعنی اون چیزی که دلالت بر دوزخ میکنه و جهنم میکنه. 77 بار جهنم تکرار شده. اینجا باز 7 داره، مذهب 7 دیگه 11 بار تکرار شده. 11 تا 7 میشه 77. و الجنه هم همینطور. حالا یک ما جهنم 77 بار تکرار میشه، اون طرف بهشت یا جنت چند بار تکرار میشه؟ دقیقاً 77 بار تکرار میشه. الله. ببینیم ما در قرآن الله متعال درباره جنت که صحبت میکنه در 77 جا اسم جنت رو به کار میبره، کلمه الجنت رو، و در 77 بار جهنم رو. الان خب جنت و جهنم همیشه با هم به کار نرفته. اینطوری نیست که هر جا مثلا جنت اومده باشه پشت جهنم اومده باشه، با هم نیومدن. خیلی جاها فقط وساری ولا مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، اصلا هیچ اسمی اصلا جهنم نیست. یا بعضی جا مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیر، اصلا اینجا اسم جنت نیست. خیلی جاها داستان فقط درباره جهنمه، بعضی جاها داستان درباره جنت، بعضی جاها با هم هست. بعضی جاها با هم است. اما این که من به عنوان یک شخص انسان اگر کتاب مال محمد علیه السلام بوده باشه فداه ابی و امی، آیا امکان داره که حالا ببینید ما از این اعداد خیلی داریم، یکی دوتا نیست، فقط دقیق همه رو تو ذهنش باشه. یک کامپیوتر نیاز داره که نمیتونه تو ذهن انسان، کامپیوتر هم نمیتونه که همه اعجاز علمی، اعجاز بلاغی، اعجاز عددی، اعجاز تاریخی، اعجاز معنی، همه اینا رو در نظر برنامه ورد شما جام میشه. از یک طرف شما درگیر زندگی شخصی هستی، از یک طرف درگیر غزوات و جهادها هستی، از یک طرف درگیر دشمنی ها هستی، از یک طرف 9 تا همسر داخل خانه داری، از یک طرف فرزندانت هستن، از یک طرف دیگه مشکلات دولت حکومت مدینه هست، از یک طرف دیگه شما خودت یک انسانی، از یک طرف دیگه خواندن و نوشتن هم نمیدونی که بنویسی. یعنی انسان بعضی وقتا یه چیزایی رو مثلا در دانشگاه میخواد بره بررس پایان نامه بنویسه، میره مینویسه، تحقیق میکنه، نوشتاشو گم بکنه، دیگه نصف پایان نامش میپره، نوشته رو گم بکنه، پرید پایان نامش. اینها رو خب انا 77 بار جهنم، 77 بار هم جنت باید باشه. چرا؟ چون جهنم و جنت این دوتا متقابلن. دقیقاً همین اندازه. خودت انتخاب کن، این ور میری یا این ور میری. خودش هم باز 7 هم. جنت الله متعال میفرماید 7، جهنم رو میگه 7 در داره. جهنم رو در روایت‌های صحیح رسول صلی الله علیه و سلم درباره رنگ جهنم چی فرمود؟ 1000 سال طول درباره رنگ جهنم، رنگ فضای جهنم بیشتر رنگ غالب بر جهنم چی است؟ فرمود 1000 سال طول میکشه تا سرخ بشه. 1000 سال آتش شعله‌ور میشه و سرخ میشه. درست. این آتش از بس اضافه میشه و حرارتش بالا میره که به رنگ به تیرگی میره. 1000 سال طول میکشه تا تیرگی پیدا میشه و 1000 سال دیگر طول میکشه تا این رنگ کلاً به سیاهی میگراید. این در روایت صحیح آمده، رسول صلی الله علیه و سلم ذکر میکنن که جهنم رنگش سیاه است، یعنی فضای غالب بر جهنم، رنگ غالب تاریکی است. اینطور نیست که روشن باشه و پروژکتور هم باشه، اون آتش و عذاب هست، تاریکی هم هست، چون تاریکی خودش ترسناک هستن، خود تاریکی یک ترسه. رنگ غالب دوزخ چیه؟ حالا سیاه شده. سیاه. طبق روایت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم. فکر میکنید سیاه عربی چی میشه؟ اسود. گفتیم دوزخ چند تا در داشت؟ لها 7 ابواب، 7 تا در.
رنگ اسود در قرآن چند بار به کار رفته؟ 7 بار. 7 بار. 7 بار. رنگ سیاه که رنگ جهنم است در قرآن 7 بار به کار رفته. کلمه اسود، الاسود 7 بار فقط در قرآن کریم کلمه الاسود استفاده شده. و این موضوع الان حالا اسود یا سود، مثلا بعضی می غرابی به سود، معنی منظور کلمه رنگ خود رنگ سیاه. رنگ سیاه 7 بار ذکر میشه. جهنم 7 تا در داره، رنگش هم سیاه است و 7 بار رنگ سیاه در قرآن هم ذکر شده. هم 7 تا در داره، هم 7 بار تکرار شده، هم 77 بار خود جهنم در قرآن تکرار شده، همش 7 7 7. درباره بهشت و جنت الله متعال 77 بار در قرآن ذکر میکنه. رنگ غالب بهشت چیست؟ رنگ غالب بهشت چی است؟ سبزه. سبز باشه. سبزه. چرا؟ چون جنت که میاد، باغ که میاد، خود به خود سرسبزی میاد. جنت یعنی باغ، باغ هم سرسبزی داره. حتی لباس های اهل جنت الله متعال میفرماد یلبسون ثیابا خضرا، اونا لباس های ابریشم سبز میپوشن. حتی رنگ غالب بهشت سبز است. درست. بهشت چند تا در داره؟ طبق روایت های رسول صلی الله علیه و سلم 8 تا در داره. فرمود رسول صلی الله علیه و سلم 8 تا در داره. دوزخ 7 تا داره، بهشت 8 تا داره. چون بهتره 8 تا داره. 8 تا در داره. رنگ بهشت چی بود؟ سبز بود. کلمه سبز در قرآن اون چه که معنای رنگ سبز رو بده، چند تا به کار رفته باشه خوبه؟ خب اگر با مقایسه با جهنم ببینیم باید 8 باشه، چون او 7 دروازه داشت، باید 7 بار نه. سیاه ذکر. حتما 8 است. 8 تاست. خود کلمه رنگ سبز در قرآن 8 بار به کار رفته، چون درهای بهشت 8 تاست. بهشت وقتی درهاش باز میشه 8 در به روی سبزی باز میشه. 8 در به روی یک باغی از سرسبزی باز میشه و 8 بار هم رنگ سبز در قرآن به کار رفته. 7 در دوزخ به روی سیاهی و تاریکی باز میشه و 7 بار رنگ سیاهی در قرآن به کار رفته. خب من چطور بیام اینها رو بپذیرم که اینها تصادفی است؟ این یک نمونه هست همش. من اون بحث دارم. من تازه دارم شروع میکنم موضوع. من اینا لیستی نوشتم اینجا. این لیست رو من یک لیستی کامل دارم اینجا که من درباره اینا صحبت دارم. خب بریم سراغ چند نمونه دیگه‌اش. مثلا در قرآن کریم درباره نماز بخونیم. کلمه نمازها به فارسی جمع صلوات. عربیش میشه الصلوات. بله. نمازها چند تا هستن؟ حالا که 5 تاست. نمازها 5 تاست. درسته؟ نمازهای واجب 5 تاست دیگه. 5 وقت ما باید نماز بخونیم. در قرآن کریم کلمه صلات نه، الصلوات. خود تعبیر الصلوات یعنی نمازها به صورت جمع. بله. چند بار به کار رفته؟ باید 5 باشه. 5 تاست. 5 بار الله متعال در قرآن تعبیر الصلوات به کار برد. مثلا حافظوا علی الصلوات. این تعبیر نه الصلات تنها، الصلوات. 5 بار در قرآن کریم الله متعال میفرماید نمازها، چون نمازها 5 تا هستن. این تعبیر 5 بار به کار میره. این یک نمونهش. ما درباره مثلا ماهها، کلمه ماه در عربی میشه چی؟ الشهر. شهر. خود الله تعالی میفرماید ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. بله. ماهها نزد الله تعالی چند تاست؟ 12 تاست. خود کلمه شهر به عربی یعنی ماه چند بار در قرآن به کار رفته؟ 12 بار. 12 بار. یعنی یک قاعده هایی هست که خود به خود میشه پیش بینی کرد، چون یک نظمی است. ماه 12 تاست. خود کلمه شهر در قرآن 12 بار به کار رفته. روز، کلمه یوم در قرآن چند تا به کار رفته؟ 365 تا. 365 بار روز در قرآن کریم. کلمه یوم، الیوم، یوم یعنی روز، چون یک سال شمسی 365 روز. ما در قرآن کریم کلمه‌ای داریم به نام الحیات. یعنی چی؟ زندگی. خب زندگی در نقطه مقابلش چیه؟ مرگ است. موت، ممات. 145 بار اگه من به شما بگم زندگی در قرآن ذکر شده، فکر میکنید کلمه الموت، مرگ، چند بار در قرآن ذکر شده باشه؟ خب مقابل این است باید 145 باشه. کلمه الحیات 145 بار در قرآن ذکر شده و کلمه الموت هم 145 بار در قرآن ذکر شده. کلمه حیات 145 بار ذکر شده و کلمه موت که این دو تا با هم نیستن، بعضی جا با همن، بعضی جا با هم نیستن. بله. الان 145 بار زندگی میاد، 145 بار مرگ میاد در قرآن کریم در جاهای مختلف. اینها تصادفی است؟ بعد از اون ما کلمه مثلا صالحات رو داریم. صالحات یعنی
از صالحات، آها. اعمال صالح. در مقابل 167 بار کلمه از صالحات در قرآن به کار رفته. 167 بار. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مثلا. درست. این تعبیر درست. یک نمونه. درست. از صالحات 167 بار. نقطه مقابل صالحات چیه؟ اعمال خوب. نقطه مقابلش چیه؟ اعمال بد. سیئات. نقطه مقابل سیئاته. سیئات است. بله. دین عمل به صالحات است و اجتناب سیئات. بله. یعنی این دوتا هر دوتاشون مهمن به نسبت دینداری. دین یکی عبادت هاست، بله. انجام عبادت ها و صالحات، اعمال صالح، و یکی دیگه ترک اعمال ناصالح. دین بین این دوتاست. بله. دین تنها عمل نیست، ترک هم عبادت است. بله. ترک گناه خودش عبادت. 167 بار کلمه از صالحات به کار رفته، 167 بار هم کلمه از سیئات. 167 بار. در حالی که این دوتا با هم استفاده نشدن. اینطور نیست که با هم استفاده شده باشه. این در جاهای مختلف، اونم نیست که همه در یک سوره اومده باشه. خب حالا شما فکر کنید همه اینها رو یکی یکی باید تو ذهن رسول الله بوده باشه که من اگر کسانی که میگن این کتاب مال این شخص است، این واقعیت موجوده، یعنی یک واقعیت موجوده. اینا هست، این کتابه، این نظم این کتاب. کلمه دنیا 115 بار. دنیا 115 بار. نقطه مقابل دنیا چیه؟ آخرت باشه. چند درست؟ 115 باشه دیگه. من شما میپرسم خودت جواب بدید دیگه. از دنیا 115 بار اومده، الاخرت هم 115 بار اومده. یعنی دنیا همین قدر که به فکر دنیا هستی، حداقل همین قدر به فکر آخرت هم باش. چرا که آخرت امتداد دنیاست. آخرت اصلا مرگ پایان زندگی نیست، بلکه مرگ امتداد زندگی و انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر است. استگاه است. یک استگاه است. یک عوض کردن اینجاست، فقط خونه عوض میشه، از اینجا به یک جای دیگه میره. در قرآن کریم 115 بار دنیا به کار رفته، 115 بار آخرت. ملائکه 88 بار در قرآن کریم تعبیر الملائکه استفاده شده. ملائکه 88 بار. 88 بار. چند بار نقطه مقابل ملائکه چی هستند؟ یعنی ذات‌های معصومی که ما داریم، نقطه مقابلشون کیا هستن؟ ملائکه وظایفی دارن. ما در بحث ایمان به ملائکه به تفسیر گفتیم ملائکه هستن که به اسم حفظه هستن، له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. ملائکه‌ای که همراه انسان هستن، محافظتش میکنن از کیا؟ از جنها و شیاطین. ملائکه 88 بار به کار رفته، در حالی که شیاطین هم 88 بار به کار رفته. شیطان کلمه ضد ملائکه. ضد ملائکه است دیگه. اصلا شیطان ضد ملائکه است. ملک نماد خیر است و شیطان نماد شر. هر دوش غیر مرئی است. هر دو تا هم نامرئی دیده نمیشن. الله متعال همونقدر فکر نکنید که دیگه دنیا دست شیطان هاست. نه خیر. ملائکه هم هستن. ملائکه هم در دنیا هستن. نیروهای خیر هستن، نیروهای شر هم هستن. از شیطان 88 بار به کار رفته، ملائکه هم 88 بار. خب اینها همه در طول سالهای مختلف، در طول 23 سال به ترتیب، اینا همه اینها رو بعد، یعنی یکی یکی تو ذهن رسول الله می بود، حساب کتاب میکرد. یعنی هر آیه رو بعد می‌نشست فراموش می‌کنیم. شب گذشته چی خوردیم. من شما الان بعد از این برنامه بپرسن که اینا چند بار ذکر شده بود، شاید فراموش بکنیم. حقیقتا با اینکه نوشتم اینا رو کاغذ، اگه نمی‌نوشتم خیلی از اینا رو اشتباه میگفتم. موضوع دیگر مثلا کلمه طاعت 83 بار در قرآن ذکر شده. 83 بار الطاعه. طاعه یعنی پیروی، اطاعت کردن، عبادت کردن. اطاعت در قرآن همیشه وقتی که صحبت از طاعت میاد، چی میاد بعدش؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. از من اتباع کنید، محبت الله رو دارید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان و عمل صالح انجام میدن، الله تعالی اونها رو محبوب میکنه. طاعت محبت میاره، حب میاره، حب الله، حب ملائکه. در حدیث معروف بخاری است که الله متعال فرمود، حدیث قدسی است که رسول الله صلی الله علیه و فرمود وقتی که الله تعالی اذا حب الله عبدا نادى جبریل صدا میکنه که من اینو دوست دارم، اون رو دوست داشته باش. جبریل ملائکه میگه رو دوست داشته باشن، ملائکه به اهل زمین میگن و اهل زمین اون رو دوست دارن. کسی که طاعت بکنه محبوب میشه. 83 بار کلمه طاعت در قرآن استفاده شده. اطاعت دیگه، یعنی اطیعوا الله، مثل این وقتی میگیم طاعت مشتقاتش. 83 بار محبت اومد، حب، محبت. در قرآن کریم شدت 102 بار به کار رفت. شدت، سختی ها. بله. در مقابلش چی به نظر شما میاد؟ آسانی باید باشه. اونم داریم. اون یک جای دیگه است.
در مقابل شدت چیکار باید کرد؟ وظیفه من صبر. مسلمان چیه؟ صبر. اگه 102 بار شدت اومده باشه بعد چند بار صبر اومده باشه؟ 102 بار. 102 بار صبر اومده. 102 بار کلمه از در شدت، مقابل هر شدت و سختی باید صبر کرد. شدت و مشتقاتش. من نمیدونم بله. حالا مثلا اشداء و علی الکفار هر 102 بار کلمه سختی اومده، شدت 102 بار هم صبر اومده. یعنی به اندازه این باید صبر بکنیم. درست. در قرآن کریم کلمه ابلیس 11 بار تکرار شده. ابلیس خود کلمه ابلیس الا مثلا کان فسجد الملائکه كلهم الا ابلیس. بله. ابلیس 11 بار اومده و در مقابل 11 مرتبه چه کلمه‌ای میتونه اومده باشه؟ پناه بردن به الله از دست ابلیس. استعاذه. کلمه استعاذه و مشتقاتش پناه بردن. درست. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم مثلا. 11 بار اسم ابلیس اومده. 11 بار هم استعاذه. 11 بار هم استعاذه اومده. چون ما اصلا میگیم اعوذ بالله من الشیطان. شیطان رو در مقابل شیطان باید چیکار کرد؟ فقط باید به الله پناه برد و از او کمک خواست. درباره نفع در قرآن کریم چند بار اومده؟ 50 بار. نفع منفعت، نفع رساندن. نقطه مقابلش 50 بار کلمه فساد اومده. فساد که بیاد نفع نیست، نفع که بیاد فساد نیست. این دوتا 50 بار اومده، 50 بار این اومده. کلمه ضالون حالا ضالون با تعبیر مختلف، گمراهان 17 بار در قرآن تکرار شده. نقطه مقابلش چی تکرار شده؟ کلمه موتا، مردگان. موتا انما یستجیب الذین یسمعون والموتا مثلا. یک نمونهش کلمه موتا یعنی مردگان 17 بار اومده. گمراهان 17 بار، مردگان هم 17 بار. چون یعنی گمراهان هم مردن. گمراه خیلی وقت مرده، فکر میکنه زنده است، قلبش خیلی وقته که مرده. یعنی گمراه اصلا خودش مرده است، اصلا زنده نیست، این مرده، این حیات نداره، لذت نمیبره زندگیش اون گونه‌ای که شایسته لذت بردن است و لذت حقیقی. کلمه مرد 24 بار اومده. کی؟ مرد؟ الرجل. مرد. الرجل یعنی مرد. چند بار زن اومده باشه؟ 24 بار. طبیعتا دیگه زن میاد. نسبت دیگه. چون دین مبین اسلام همیشه من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کسی عملی انجام بده، مرد یا زن و مرد در دین مبین اسلام کنار هم دوش هم عبادت میکنن و دین رو پیش میبرن و وظایفی دارن. 24 بار مرد اومده، 24 بار زن اومده، یعنی المرأه اومده. درست. کلمه سحر 60 بار در قرآن تکرار شده. کلمه چی؟ سحر، جادو. بله. و دقیقاً 60 بار کلمه فتنه به کار رفته. سحر فتنه است. واقعا سحر فتنه است. در قرآن کریم کلمه جزا 117 بار به کار رفته. جزا یعنی اون عقابی که در برابر یک عملی به انسان میرسه. بله. در مقابل الله متعال جزا 117 بار اومده. مغفرت 234 بار، 2 برابر جزا اومده. دقیقاً 2 برابر. جزا 117 باره، مغفرت 234 باره. 2 برابر جزاست. بخشش و مغفرت الله تعالی همیشه بیشتره از عقابش. این جزا دادنش، مغفرتش 2 برابر ادم. فجار 3 بار در قرآن کلمه فجار تکرار شده. ابرار 6 بار تکرار شده. اگه فاجر هستن ابرار ملائکه، خیلی از آسمان ها و زمین ملائکه هستن. نیروهای خیر در آسمان ها و زمین و نیروهای شر بیشترن. درست. ولی انسان ها رو حساب نکنیم، میلیون ها ما ملک داریم. ما نور و مشتقاتش 24 بار در قرآن اومده. نور. ظلمت و مشتقاتش هم 24 بار در قرآن تکرار شده. کلمه سختی العسر فان مع العسر یسرا. اینجا با هم اومدن، عسر و یسر. شدت هست. اینجا عسر و یسر، سختی و آسانی با هم تکرار شده. اما همه جای قرآن اینطوری نیست. بله. عسر 12 بار اومده، یسر 3 برابرش اومده، 36 بار. دقیقاً 3 برابرش. یک سختی اگر هست، باز 2 تا آسانی هم هست. 3 تا آسانی. سختی میان 2 آسانی است. 3 تا، اینجا 3 برابر اومده نه؟ اونجا در پایان سوره انشراح 2 تا اومده در مقابل 2 تا، اما در کل قرآن 12 بار عسر، 36 بار یسر. یعنی اگر یک سختی میاد با 3 تا آسانی هم داره به همراه خودش. اینکه ما در زندگی بالاخره ما فقط همون منفی‌ها رو می‌بینیم، این مشکل از ماست. اما در زندگی ما این گونه نیست. هیچ امکان نداره که سیجعل الله بعد عسر یسرا. همیشه الله تعالی بعد هر سختی
آسانی گذاشته. در قرآن کریم یک نمونه دیگه من ذکر بکنم و موضوع رو خاتمه بدیم. عنوان نمونه چون احساس میکنم که وقتم داره پایان میرسه. درست. ما در قرآن کریم کلمه بر یعنی نیکی، بر یعنی خشکی. بر در قرآن کریم خودش 12 مرتبه ذکر شده. خشکی 12 مرتبه ذکر شده و بحر 33 مرتبه ذکر شده. اینجوری کمی 12 و 33 ارتباط این دوتا چی میشه به هم؟ خشکی در قرآن کریم 12 مرتبه ذکر شده و دریا 33 مرتبه. اگر ما درصد بگیریم که 12 مرتبه و 33 مرتبه رو با هم جمع بکنیم، 12 و 33، خب بر کل کره زمین بر یا بحر دیگه. 12 تا چند تا 12 تا بر داشتیم، 33 تا بحر. میشه چند تا؟ 45 تا. مجموعش میشه 45 تا. درست. یعنی کل خشکی و دریا میشه 45 تا. حالا از این 45 تا حساب بکنیم که این 12 تای بر چند درصد 45 تا میشه و 33 بحر چند درصد این میشه. دقیقاً درصد خشکی ها و آب های روی زمین به دست ما میاد که چند درصد کره زمین رو آب فرا گرفته و چند درصد کره زمین رو خشکی فرا گرفته. یک بار دیگه تکرار میکنم. اگر 12 بار قرآن کریم کلمه بر استفاده کرد یعنی خشکی، 33 بار کلمه بحر رو به کار برده یعنی دریا. 12 این دوتا چه نسبتی به هم دارن؟ نسبتشون دقیقاً نسبت خشکی های روی زمین به دریاهای روی زمین است. اگر 12 قسمت مثلا فرض بکنیم هر قسمت باشه مثلا 1,000,000 کیلومتر مربع مثلا، اگر 12 میلیون کیلومتر مربع ما روی زمین خشکی داشته باشیم، 33 میلیون کیلومتر مربع دریا داریم. اونو من فرضاً گفتم. درست. نسبتش رو بخوام تشخیص بدیم. از این حالا الان ما با این نقشه هایی که داریم از ماهواره های فضایی این رو تشخیص دادیم که چند درصد کره زمین خشکی هست، چند درصدش آب هست. حدود 1/3 یک مقداری بیشتر از 1/3 یعنی از حدود 35 درصد 36 درصد کره زمین حدوداً خشکی هست و بقیه آب هست. خب این رو که چند درصد کره زمین آب است و چند درصد کره زمین خشکی است، این رو الان حالا نمیگم که 1400 سال پیش، 200 سال پیش کی میدونست؟ 200 سال پیش کی میدونست که چند درصد کره زمین خشکی است و چند درصد کره زمین آب است؟ در حالی که قرآن کریم وقتی که برای ما از بر صحبت میکنه و بحر صحبت میکنه، تناسب کلمه بر یعنی خشکی و بحر یعنی دریا در قرآن کریم وقتی که میایم به حساب میکنیم چند بار به کار رفتن، دقیقاً تناسب این دوتا تناسب خشکی ها و دریاهای روی زمین است. آیا امکان داره که این کتاب قرآن کریم نوشته یک انسانی باشه که 1400 سال پیش زندگی میکرد در مکه و از مکه خارج نشد، نه دوربینی داشت، نه هلیکوپتری داشت، نه هواپیمایی داشت، نه ماهواره‌ای داشت، نه آزمایشگاهی داشت، نه ریاضیات بلد بود، نه نوشتن و خواندن بلد بود، نه شاگردان آنچنانی داشت و مرکز تحقیقات و پژوهشی داشت و نه اونقدر دقیق بیاد. حتی ما بحث‌های اعجاز علمی رو من شروع نکردم، حتی در تعداد کلماتی که استفاده میکنه در قرآن کریم دقت بکنه انقدر که من اگر مثلا میگم جهنم باید دقیقاً به اندازه جنتم استفاده کنم، اگر میگم حیات باید مرگم استفاده بکنم، اگر من بر رو استفاده کردم باید حواسم باشه که خشکی زمین چند درصدش، کره زمین چند درصدش آب، چند درصدش دریاست، بعد حواسم باشه که چند درصد بر استفاده کنم، چند درصد بحر استفاده کنم. آیا این معقول است؟ اگر به فرض بگن عده‌ای بگن بله همچین انسانی بوده، خب واقعا اگر همچین انسانی بوده شایسته پیروزی. اگر انسانی 1400 سال پیش بدون هیچ گونه این امکانات امروزی، حالا بحث اعجاز علمی رو من هنوز شروع نکردم، میرسیم بهش، من بارها این جمله رو تکرار خواهم کرد، اگر واقعا انسانی در 1400 سال پیش در جزیره العرب همچین استعدادهایی داشته که چنین نظم عجیبی رو برای ما بیان بکنه، با وجود اینکه این کتاب در
آسانی بیانش، در شرحش، در سادگی داستانها، در لطافت بیانش اینقدر زیباست که هیچ سختی هم نداره. یعنی این نظم‌ها هیچ کدوم سبب نشده که جمله مشکل پیدا بکنه، فهم سخت بشه. نه، یک شیوایی و رسایی داره. اون لهجه ها، اون لحن، اون قاریایی که میخوانن، آیا واقعا امکان داره که اینها کار یک انسان بوده باشه؟ قضاوت با هر کسی که خودش میشنوه دیگه. بیشتر از این نمیشه چیزی گفت. تشکر میکنم استاد سلیمانی عزیز، جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. واقعا مستفید شدم، حتما بیننده های عزیز هم مستفید شدن. تشکر از تمامی شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید و در این بحث نجومی تقریبا انشاءالله در برنامه‌های بعد باز هم با انواع دیگری از اعجاز خدمت شما برمیگردیم. تا آن دم همیشه ما عزیزان را به الله یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني